استاد سوال دیگر همین که در یک صحبت از ذکیر نایک شنیدیم میگوید که کسی که در دین نصرانی و یهودی است اگر طبق دینش عمل نماید داخل جنت می شود و مگر دینهای آنها باطل شده نیست؟ این گپی ذاکر نایک شما نادرست فهمیدگی باشید. شاید یا مراتبه از نو گوش کنید. اگر یهودی و نصرانی که تا شنیدنی رسالتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق دینش عمل کرده باشد و وفات کرد، حالی نشنیده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد ظهور کردن بر آمدن، حالی نفهمیده. مثلا وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه بودند، بسیاری دنیا حالی بیخبر بود از بر آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که به مدینه آمدند سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور کردند، یعنی نامشان به مشرق و مغرب رفت و پادشاه‌های عالم مکتوب کردند، به امپراتورها مکتوب کردند که اسلم تسلم، اسلام بیار که سلامت میمانی و الا برای تو تمام گناه اروپایی ها هست. به هرقل گفتن، به پادشاه فارس گفتن که گناه فارس به تو هست اگر اسلام قبول نکنی. در اون وقت نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تمام دنیا مشهور شد. کدام یهودی که یا نصرانی که شنود که محمد صلی الله علیه و سلم بر آمده است، پیغمبر شده است، بعد اینکه شنیدن اگر ایمان نبیارد و دوزخی هست گفتن. لیکن تا شنیده شه، اگر طبق دستور دینش عمل کرده باشد و وفات کرده باشد، ولی حکمش حکم مسلمان است. مسلمانی که خیلی گناه کرده باشد به قدر گناهش یا جزا میبیند یا الله تعالی میبخشد. عموما مسلمان از واردی بهش میشه. لیکن بعد شنیدنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر ایمان نبیارد و دوزخی هست و ابدی در دوزخ میسازد. برای چی؟ برای اینکه کتابهای آنها این چیزا اقرار میکرد. اونا میدانستند یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله تعالی گفت که یهودان محمد صلی الله علیه و سلم را میشناختن، حالی ندیدن رو، لیکن اگر بینن میشناختن، چه خیلی که پسرهاشون میشناسن. بنابراین از سفر شام من کردن که اینا اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به شام روند، حتی حالی پیغمبر نشوده، حالی کودک بودند و اونا اگر بینن میشناختن که این پیغمبر است، چون که وصفی جناب رسول الله در کتابهاشون بود، اونا میدانستن. بنابراین پیغمبری آخر زمان از جای خرمازار ظهور میکند، این هم در کتاباشون بود. بنابراین هر جایی که خرمازار بود اونا کوچیده آمدند، کوچ بسته آمدند. در مدینه یهودای بنی قریظه بود، در خیبر یهودا بودند. یهودها قبیله آمده هر جایی که خرمازار از زندگی میکردند و نام فرزندان خود را محمد میماندند، چون که با همین نام در کتابای آنها آمده بودند وصفشون، به امید اینکه این پیغمبر از نسل ما شود گفته. لیکن دیدن که وقتی که این پیغمبر از عرب ها شد، اینجا ملتگراییشان غلبه کرد و ایمان نآوردند. بنابراین اونا دوزخی هستند. هر یهودی نصرانی که به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم که پیشینه رسالت پیغمبرها را بیکار کنند است، اگر ایمان نآورد و کافر است و دوزخی هست. بله استاد، اگر ترجمانش در همینجا خطا ترجمه نکرده باشد، چون که این زن میگوید که من حاضر دعوت زکی نری شنیده استاد است و میگوید که من در دین نصرانی هستم، اگر طبق دینم عمل نمایم بیش میرم، جواب میگوید که بله. نه خیلی جواب نگوید دکار، برای اینکه تا جایی که از ذاکر نگ میدونیم یعنی این گونه جواب نمیدهد. شما یا که او نادرست فهمیدگی هستید، نواراش بله، ممکن ترجمانش خطا ترجمه کرده. بله، همین حدیثی که من این حدیث صحیح مسلم از به شما ترجمه کردم، عیناً همین حدیث بار شنیده بودم که ذاکر نگ ترجمه میکرد.